بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر في مدح حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود خفيفة من اللهم صل على الله رب العزت را با هیچ زبان و با هیچ عمل و ثنا و تعریف نمیتوانیم شکرگزاری کنیم و قدردانی بکنیم بر این نعمت که الله تعالی در سال من ماهی را قرار داده است که ماه مبارک رمضان هست، ماه نزول قرآن عظیم و شأن و ماه دین اسلام هست. برای این ماه را چنان ویژگی عنایت کرده است که ماه طهارت هست، ماه پاکیزگی هست، مایه برکت در عمل و در رزق و روزی و در همه چیز. موسمی را گویا برای عبادت ما قرار داده است پروردگار، و فصلی را که بهار عمل هست، بهار دینی و برکاتی در این ماه نازل می شود که زبان عاجز است از توصیف آن. و این برکات الهی است. و شبی را قرار داده است که بهتر از 1000 ماه. ولذا عزیزان، شکر پروردگار را من عرض کردم که نمیتوانیم ادا بکنیم مگر اینکه خود پروردگار به ما توفیق عنایت کنه. و ما بتوانیم از عهده شکر خدا براییم. بعد وقتی که این ماه مبارک و ماه بابرکت به پایان میرسد، الله رب العزت همه ما را در یک صحن فرا میخوانه تا پاداش بدهد، تا نعمتهای پروردگار را اظهار کنیم، تا به شکر پروردگار بپردازیم. ولعلکم تشکرون فرموده. وَيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. عدت ما تمام بکنیم، یعنی شمارش روزهای ماه رمضان، چنانچه دیروز این شمارش به پایان رسید و ماه رمضان با 30 روز
تکمیل شد امان طور که گاه شمارش به 27 میرسه و بر رویت هلال 29 بر رویت هلال ماه میشه 29 گاهی میشه 30 در همه این حال تکمل العده هستن ولتکبر الله علی ما هداکم و خدا را تکبیر بگیم بر همون صورتی که عمر راهنمایی کرده است. این راهنمایی خداست، راهنمایی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، راهنمایی الله است. آن حضرت با عمل و با اقوال زرین و گفتار زیبا مر راهنمایی کرده است که امروز همه شهروندان و آل شهر جمع بشن به شکر خدا بپردازند و شکر خدا به صورت نماز ادا می شود. ما به صورت نماز به سجده الله می افتیم و از نعمتهای خدا و رحمتهای الهی قدردانی می کنیم و تشکر می کنیم و این نعمت خداست و این فضل رب العالمین است. عزیزان من، آنچه که در اسلام بسیار حیاتیه و بسیار مهمه و برام تاکید شده است و بسیار تاکید شده و نقطه مهمه که حتی انبیاء علیهم السلام و اولیاء الله را به لرزه در آورده است، او استقامت هست. دعا بکنیم که الله تعالی من و شما را استقامت نصیب بکنه. استقامت بر دین، استقامت بر شریعت اسلام، استقامت در راه پرستش الله، بر مسیر حق و راه حق. این نکته بسیار مهمه، چیزی که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودن من پیر کرده است. یک روایتی هست که حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه عرض کردن یا رسول الله شما موهای مبارکتون قبل از وقت سفید شدن. آن حضرت موهای سفید به قسمت بالای محاسن مبارک موهای تارهای سفید ظاهر شد و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عرض کردن که یا رسول الله شما قبل از مدت پیر شدید. فرمودم من سوره هود پیر کرده است و سوره هود آیه فاستقم. بزرگ عباس معتقده، عبدالله بن عباس رئیس المفسرین معتقده که فاستقم کما امرت آن حضرت رفیر کرد. الله می فرماید شما همه رسول صلی الله علیه وسلم استقامت کنید به آنچه که شما امر شدید و آنچه که امر شده آن حضرت شریعت اسلامه، دین اسلام هست. و من تاب معک، و آنهایی که توبه کردن و به سوی خدا برگشتند و ایمان آوردند با شما اونا هم استقامت بورزند. یعنی هم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و هم آل ایمان. چیزی بود که حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که من پیر کرده است. از سروران و عزیزان و نمازگزاران درخواست دارم که در خیابان تجمع نکنن و عیدگاه اول تا آخر پر بشه، بعد در خیابان صف ببندن. عزیزانی که الان در خیابان دور میزنن یا نشستن و گوش میکنن در داخل صحن عیدگاه بیاین ماشاءالله و بعدا در خیابان و 100% داخل عیدگاه مکان مقدس هست و محل نماز و افضل و اولاتر است از خیابان، فضیلتش بیشتره و لحاظ اول در عیدگاه بشتابید و سفر اینجا منظم کنید. عیدگاه که جان نداشت اون وقت شما معذورید، میتونید بیرون صف ببندید. درود یک بار ختم کنید. لحاظ این نقطه خیلی مهمی عزیزان من و بزرگ هست که ما بدین استقامت بکنیم و استقامت داشته باشیم. الله من شما را توفیق استقامت نصیب بکنه. و استقامت که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمودن من پیر کرده سوره هود و این استقامت در سوره هود مطرح شده. استقامت چیه عزیزان من؟
بنده اینجا 4 نکته در استقامت به شما عرض می کنم و سخنانم را به همینجا به پایان می رسانم خدمت شما. اولین نکته در استقامت عزیزان من آنه که ما استقامت بورزیم، بر شریعت اسلام عمل بکنیم. یعنی از بدو جوانی و از زمانی که ما به شعور می آییم، به درک می آییم و به بلوغ می رسیم، بندگی کنیم الله تعالی را تا دم موت. استقامت این ادامه داره تا دم موت. عقب گرد نکنیم، ترک نکنیم، رها نکنیم بندگی خدا را و تا آخر الله را بندگی بکنیم. بر معروفات استقامت بکنیم، بر عمل به شریعت، بر عمل به نماز، بر عمل به روزه، پرداخت زکات، حج و سایر اون مسائلی که اسباب فعلا یا اسباب ترکن که شریعت دستور داده ما به اونها استقامت بکنیم تا دم موت. بسیار بندگان که نماز میخوانند 1 سال یا ماه رمضان نماز میخوانند و موقع عید نماز میخوانند و وقت خاص نماز میخوانند و بعد خبری از نماز نیست. این نشد استقامت. انسان تا استقامت داشته نباشه اجر نمیبره، ثواب نمیبره و مایه نجاتش نمیشه. این عمل زمانی میتونه مؤثر بشه و مفید بشه و مرضی عند الله بشود که بر عمل استقامت بشود تا دم موت. الله فصل فرموده وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. الله را تا اون لحظه عبادت بکن که مرگ بیاید و موت به سراغ تو میآید. خدا به حبیب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، حضرت رسول صلی الله علیه و سلم دستور داده است که تا دم موت شما الله را بندگی بکنید. الله من شما را توفیق بندگی تا دم موت عنایت. استقامت مهم عزیزان من. از خدا بار بار بخواهید که الله مرا استقامت نصیب. 1 ماه عبادت آسان، ماه رمضان. سفر حج عبادت آسانه. 1 سال و 2 سال و 10 سال عبادت آسانه، اما 60 سال و 70 سال طول عمر الله را بندگی کردن این عزیزان من سخته، مگر اینکه الله آسان بکنه، مگر اینکه الله رب العزت توفیق عنایت بکنه. الله ما توفیق بده تا آخرین لحظه. بسیاریان توبه میکنن، حالشون بسیار خوبه، الله را بندگی میکنن، آخرای زندگی برمیگردن گرفتار ضعف، گرفتار سستی، گرفتار وسوسه، گرفتار تزلزل روحی، گرفتار حمله شیطان و نفس. یکی از خطراتی که تهدید میکنه بشریت را همین نفس اماره هست و شیطان لعین. شیطان با وسوسه، کارش وسوسه و اسمش وسوسه و نفس اماره با غرور، تکبر انسان از بسیاری خیرها و بسیاری اعمال محروم میگرداند. تکبر مال سبب میشه، گاه نسب سبب میشه، گاه علم و دانش که انسان میدانه، گاه عقل آدم تیز هوشه و همین تیز هوشی او را به غرور وادار میکنه و به تکبر وادار میکنه. و لحاظ این گاه نسب، گاه فامیل، گاه قدرت و پست و مقام. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان چه چیزی تو را به غرور انداخت و تو را فریب داد از رب العالمین که از راه خدا زده میشی، از فرمان خدا. چه چیزی مایه غرور شد؟ اسباب غرور همیشه بردن علما. گاهی مال سبب میشه که آدم باد بگیره و احساس کنه به خدا نیاز نداره. گاهی قدرت و توانمندی و گاهی عزت ظاهری و گاهی علم ظاهر سبب میشه که آدم احساس میکنه بلده و به خدا هم نیاز نداره. العیاذ بالله.
خدا را فراموش میکنه. علم اگر همراه با اصلاح نباشه، با تزکیه نباشه، با خودسازی نباشه که آدم خودش را بسازه، چه بسا خطر داره که گردن آدم بشکنه، چه علم روز بشه و چه علم حوزوی و علم شریعت بشه. گاهی طرف علم شریعت و دین خوانده و به غرور گرفتاره. الله من شما را نجات بده. فراموشی و غفلت سبب میشه که انسان از استقامت فاصله بگیره و خطر بزرگی که بشر را تهدید میکنه، آل ایمان را تهدید میکنه، مؤمن را تهدید میکنه، تهدید برای همه ما عزیزان من همین عدم استقامت هست و لغزشی که دوچار لغزش بشیم، لغزش بخوریم و از الله سبحانه و تعالی دور بشیم. الله نجات بده ما را. و استقامت به معنی که انسان تا دم موت گناه را ترک بکنه، این شاخه دیگری استقامت. دنبال نفس و هواهای نفسانی نره، دنبال شیطان نرود، توبه بکنه از گناه، توبه بکنه از معصیت و تا آخری لحظات زندگی به سراغ گناه نرود. از همه گناه ها توبه بکنه. بسیاری هستن که از خیلی گناه ها توبه میکنن، اما از غیبت، عیبجویی مردم، بیان کردن عیب مردم، از تهمت، از افترای مردم، از توهین به مردم دست نمیکشن. این هم علت مهمش تکبره. آدم متکبر خود را بالا میدن و غیبت دیگران نمیکنه. آدم متواضع، آدم فروتن، انسانی که خود را از همه بدتر بدانه او به غیبت نمیپردازه. به غیبت کسانی میپردازند که خود را از دیگران پاکتر و مقدس میدانند و خود را به عیب میدانند و به عیب دیگران، عیب جویی دیگران میفرمایند. تمسخر میکنند به بعض بندگان خدا. این از تکبره و از تهمت میزنند به بندگان خدا. الله نجات عنایت کنه. سخت‌ترین گناه مال این تهمت و افترا، عیب جویی مردم. قرآن به صراحت من کرده ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نکنید بعضی از شما بعض را و گمان بد نبرید، افترا نبندید. اگر به کسی شما گمانی دارید، او گمان تحقیق کنید و بررسی بکنید. الله فرموده که خبر هر کس را گوش. و حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سوال کرده زن حضرت صلی الله علیه وسلم انهلک و فینا الصالحون، ما به هلاکت میرسیم در حالی که در میان ما انسانای صالح است. فرمود که ها، وقتی که خبائث زیاد بشه، وقتی که گناه زیاد بشه، شما امت مسلمه، شما مسلمانان و پیروی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم امت آن حضرت هم به تباهی میرسه و به هلاکت میرسه. گناه او را به هلاکت میرسانه. الله نجات بده. عزیزان من، قوی ترین ملت ها و قوی ترین اقوام دنیا را و ملت های دنیا را گناه نابود میکنه. نافرمانی خدا را هر ملتی که انجام بده مورد تهدید قرآنه و مورد تهدید خدای عزوجل. خدای عزوجل بر بسیاری گناهات تهدید میکنه، من جمله رباست. هر ملتی که در اونها ربا فحش باشه، زیاد باشه، خدا به جنگ اون ملت و به جنگ رباخواران مخصوصا میآید. ربا مملکت تباه میکنه، ربا ملت از بین میبره، زنا ملت از بین میبره. هر ملتی که درن زنا زیاد بشه، فحشا زیاد بشه، فساد زیاد بشه، اعتیاد زیاد بشه و معتاد باشن افراد جامعه، و لحاظا این ملت مورد تهدیده. هر ملتی که در آن ملت فاحشه خانه ها زیاد باشن، خدا نجات عنایت کند و ازدواج توجه نکنند و به پوشش اسلامی توجه نکنند، بیبندوباری باشه و در او جامعه مورد تهدید خدای به عذاب. الله از عذاب خودش من و شما را نجات بده. هر ملتی که در مشروبات الکلی زیاد نوشیده بشه و مردم به گناه رجوع کنند، آدم ربایی و گروگانگیری، قتل و غارت
خون ناحق در هر منطقه و ملتی که بریزه و پروا نکنم به کشتن مردم، پروا نکنم به حقوق انسان ها، توجه به حقوق انسان ها در اون جامعه ظلم انجام بگیره، به انصافی انجام بگیره، اجحاف بشه، حقوق انسان ها ضایع بشه، مال یتیم ها حیف و میل بشه و خورده بشه و زکات ها پرداخت نشه و بر بیت المال تعدی و تجاوز انجام بگیره و بیت المال را با مانند میراث و مال خود بدانند و اختلاس باشه و سوء استفاده مالی باشه و ملت مورد تهدید عذاب الهی است. اللهم من و شما را از عذابش نجات بده. بیت المال نگهداریش سنگینه و یکی از مشکلاتی که ضربه‌ای که در گذشته ملت ما خورده است و مشکلاتی که متاسفانه همینه که بیت المال خوب حفاظت نشده. همین اختلاسایی که ما شنیدیم بعضی در بانک‌ها صورت گرفته و در بعض جا انجام گرفته، این تهدید بزرگی و نقص ضربه بسیار بزرگی، سوی استفاده مالی و فساد مالی و رشوه‌خواری، رباخواری و انواع گناه ها وقتی توی جامعه باشن، در هر بخش از جامعه اینا وجود داشته باشن و در هر ناحیه از جامعه وجود داشته باشن، برای جامعه تهدیدن. جامعه در معرض خطره و جامعه در معرض طوفانه و جامعه در معرض زلزله و جامعه در معرض عذابه و جامعه در معرض جنگ خارجی و داخلی است که در اون جامعه اجحاف صورت بگیره، ظلم باشه، حق کشی باشه و در اون جامعه گناه زیاد باشه. گناه را هر کس انجام بده خطرناکه. بنده به هر حال پیش نمازو بنده طلبه انجام بدم یا مردم بازار انجام بدن یا مردم ادارات انجام، توی ادارات گناه انجام بگیره، مخصوصا وقتی خدا نکنه اونهایی که بهترین شهران و اونهایی که باید شهر نگهداری کنن اگر خطا از اونا سرزنه، این خطا خطرناکه، این خطرناکه. لغزش علما خطرناکه، لغزش نخبگان خطرناکه، لغزش خواص خطرناکه و لحاظا گناه خطرناک است و یکی از موارد مهم استقامت آنه که گناه انجام نگیره توی جامعه و از گناه پرهیز بشه. الله من و شما را از گناه نجات بده. نافرمانی از الله رب العزت، بی حرمتی نسبت به فرمان خدا، بی توجهی نسبت به خدا، یک جا الله می فرماید شما به حکم خدا مسخره نکنید، به کتاب خدا را مسخره نگیرید، قرآن خدا را، کتاب خدا، آیه های ولا تتخذوا آیات الله هزوا. الله می فرماید شما به آیه های مسخره نکنید که خلاف آیه های من انجام بدید. احکام الهی و دستورات خدا را مورد بازیچه قرار ندید و لہذا احکام خدا را نادیده بگیرید. فرمان الهی که پر از حکمتان به خیر و صلاح و نفع بشر در دنیا و آخرتان، نباید آیه های الهی و دستورات خدا نادیده گرفته باشه. متاسفانه گناه فراوان شده، بینمازی، قائل نمازی تهدید برای جامعه ما، سستی در نماز، فرائض دینی، ارکان دینی، واجبات دینی را ترک کردن و رو آوردن به غفلت و گناه و معاصی، حرکت کردن پشت سر نفس و شیطان به جای حرکت کردن پشت سر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و کتاب الله، کتاب خدا که در میان ما هست. ذخیره بزرگ و سرمایه عظیم من و شما مسلمانان کتاب خدا است. کتاب الله میگه کتاب خدا در میان شما است و فیکم رسول الله، و در میان شما کتاب خدا تلاوت میشه و رسول الله موجوده
الان اگر حضرت رسول حیات ندارن در میان ما و به بارگاه رب العالمین رفتن، سنت آن حضرت جانشین آن حضرت، احادیث گوهربار آن حضرت، تعلیم زیبای آن حضرت، نصایح گوهربار آن حضرت، سیرت آن حضرت، سنت آن حضرت در میان ماست. و لحظه به این سیرت و سنت باید ما عمل بکنیم تا به سعادت برسیم. استقامت به آنه که ما در مقابل مصائب، در مقابل ناملایمات، در مقابل نقصانهای خدا نیاره مالی جانی، ما باید استقامت بکنیم و صبر و ثبات داشته باشیم. و لحظه اینطور نباشه که علیاذ بالله مصیبت و آفت بیاید ما متزلزل بکنه ما را و قدم های ما متزلزل بشه، نتوانیم صبر بکنیم، نتوانیم استقامت بکنیم، نتوانیم از خدای عزوجل اجر بگیریم به وسیله صبر که الله فرموده شما به وسیله صبر و نماز در و موقع آلام و آفات و مصیبت استقامت بکنید. و لحظه اگر انسان همه عمل انجام بده ولی مصیبت را صبر نکنه، متأثر بشه از مصائب و استقامت نکنه، صبر نکنه وقت مصیبت، و لحظه این خلاف استقامت هست. بعضی افراد دیده شدن که انسانای خوبن اما خدا نیاره آفتا و مصیبتا دیدی که زوب میشن، مزمحل میشن و به بی صبری دست میزنن. در وقت درگذشت عزیزان، در وقت خدا نکنه تلفات مالی، در وقت مصیبت های جانی، الله من شما را استقامت نصیب بکنه، الله ما را مؤاخذه نکنه به حرف هایی که میزنی، مؤاخذه میشی مگه حرف واقعیت داشته نباشه و این حرف عمل نکنیم به حرف مورد مؤاخذه قرار میگیریم. و سومی چهارمی استقامت در مقابل دشمن، او دشمنی که میخواهد کتاب خدا را از بین ببره، اسلام از بین ببره، دین از بین ببره، و در مقابل او که قرآن دشمن قرآن عظیم الشانه و لحاظا میخواهد دین خدا را از بین ببره، قلمرو عالم اسلامی را مورد تجاوز قرار بده و آب و سرزمین اسلامی را میخواهد مورد تعرض و تعدی و اشغال قرار بده، استقامت در مقابل اوست. هیچ وقت ما نباید فریب دشمنان اسلام را، استکبار جهانی را و صهیونیست بین الملل را و اشغالگران در مقابل اشغالگران دنیا مسلمانان نباید هیچ وقت ضعف نشان بدهند و بترسن و هراس داشته باشند. صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کوه استقامت بودند، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام النبیین که استقامتش مثال زدنی نیست و مثال ما نداریم. میگه این کوه هم تکان میخورند، زمین هم تکان میخورد، زمان هم تکان میخورد، ولی رحمت للعالمین چه استقامتی در مقابل حفاظت از دین و در مقابل دشمنان، برای حفاظت از دین در مقابل دشمنان چه استقامتی نشان داده. اسلام تازه ظهور کرده و نور خدا تازه روشن شده است و این چراغ تازه به درخشش آمده. دشمنان همه هجوم آوردن که خاموش بکنن، یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. مخصوصا بالاترین مصداق این یهود و نصاران آل کتابن، مشرکین مکه بودن، مشرکین عرب بودن، قبایل عرب بودن، جزیره العرب، خواستن که این نور خدا را خاموش کنند. اما چه استقامتی رحمت للعالمین کرد، ایستادگی کردن، صبر کردن و احد رفتن، بدر رفتن، حنین جنگیدن، ولی روم در مقابل رومی ها که یک ابرقدرت بزرگ دنیا بود و با یک لشکر منظم و مجهز و مسلح و تاکتیک دیده و تعلیم یافته قصد مدینه منوره را کردن. آن حضرت 700 کیلومتر به تبوک در مقابل اونها رفت با فهبرانگان
و با آنهایی که پیاده بودن و گرسنگان، کسانی که شکمشون خالی بود، کسانی که لباسایی نداشتن، لباسای کافی فهره بودن لباسایشون، کسانی که نداشتن حتی نال نداشتن، یعنی کفشی نداشتن که دفاع بکنن، سلاحی برای جنگ نداشتن، اما با سلاح ایمان، با سلاح توکل بر الله و بر اعتماد به الله رب العزت، وعده های الهی آن حضرت به روم رفتن و بعد از آن حضرت صحابه رضوان الله تعالی علیهم در مقابل تهدید ابرقدرت دوم ایران ایستادند، اسلام حفاظت کردن، دین اسلام حفاظت کردن و حفاظت دین و دفاع از دین و نصرت از دین، این سروران گرامی در ریشه قلب صحابه جا داشت و اونها دین خدا را نصرت کردن. هر زمان دین خدا نیاز به نصرت داره و تا قیامت قرآن فریاد میزنه و دعوت میده که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، ای مؤمنین شما یاوران خدا، شما ناصران خدا باشید، خدا را نصرت کنید. خدا نمیگه دین من نصرت بکنید، خدا میگه من نصرت کنید، من کمک کنید و کمک خدا کمک دین پروردگار است. لہذا در راه حفاظت از دین، در راه نصرت دین باید مسلمانان همیشه برای دفاع از دین، حریم اسلام، حریم قرآن عظیم الشان، حریم سنت نبوی و حریم آب و خاک و قلمرو اسلامی که مال اسلام هستم، باید همیشه مسلمان آمادگی داشته باشه و این استقامت چهارمه که استقامت باشه در راه پروردگار. و استقامت لفظ فراگیری است، لفظ جوامع الکلمه، یعنی از کلمه های جامع که به منزله کوزه هستن که دریای آب میشه تویش جا بگیره. ظرف کمه اما مظروف خیلی زیاده، معنا و مفهوم شامله. اللهم من شما را استقامت عنایت کن. الله میفرماید الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، آنانی که میگوین رب ما الله است و بعد استقامت میکنن تا دم موت، ایستادگی، ثبات و پایمردی میدارن در راه الله تعالی. اینها را الله فرموده تتنزل علیهم الملائکه، اینا شایستان، اینا بندگان مقبول خدا، اینا مقربان درگاه پروردگار، فرشتگان بر اینها وقت موت نزول میکنن و اینها را خوشخبری بهشت میدهن. الله خوشخبری بهشت را نصیب همه من شما بگردن. عزیزان من، بنده خدای ما، بنده ماه نیستیم، بنده روز نیستیم، بنده سال نیستیم و ما خدا را پرستش میکنیم و تا دم موت باید بندگی بکنیم. خدا در مکه نیست، خدا در مدینه منوره تنها نیست، خدا تنها در مکه نیستن، خدا تنها در رمضان نیستن، خدا تنها در جمعه و عید نیستن، خدا دائما هستن، همه جا خدا موجوده و لحاظا خدا را خدا هست. و وقتی که خبر رسید و اعلام شد در احد که آن حضرت به شهادت رسیدند و قدم های صحابه متزلزل شدند و عده پا به فرار گذاشتند، الله همین فرمود که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رسول خدا، اگر شهید بشه شما فرار میکنید، خدا که زنده است، خدا که از شما خدا را عبادت میکنید. عبادت از آن محمد رسول الله نیست، عبادت مال انبیا نیست، انبیا بندان و اونها خودشون خدا را عبادت میکنن. عبادت از آن پروردگاره. خدا زنده و جاویده، خدا قائم و دائمه، خدا ثابت و برقراره، بر خدا تغییر نمی آید، بر خدا موت نمی آید، بر خدا خواب نمی آید. خواب نشان غفلته و ما این که گرفتار غفلت میشیم. خواب البته انبیاء علیهم السلام با خواب ما فرق میکرد. خواب اونها خواب غافلانه نیست، چون دلشون بیداره و چشمشون خوابه. ما که میخوابیم هم چشم ما و هم دل ما به خواب میرن.
الله از خواب پاکه، ولهذا الله باید بندگی بشه، رضایت الله باید به دست آید. خدا را نگاه دارید، خدا را حفاظت کنید و حفاظت خدا یعنی حفاظت دین خدا. کسی گفت که من خواب دیدم و من تعریف کرد در این رمضان که ما گفت چند نفریم و محافظ خدا هستیم، داریم از خدا حفاظت میکنیم، محافظ خداییم. بنده تعبیر دادن که محافظت از الله یعنی محافظت دین خدا است، محافظت احکام الهیه، محافظت شریعته. و هر کس که دین خدا را نصرت میکنه به معنی که خدا را مستقیما نصرت میکنه. خود خدا فرموده این خدا به نصرت از خود تلقی میکنه و اجر میدهد و ثواب میدهد. ولهذا حفاظت کنید شریعت اسلام را، جانتون از دست شما بره، منافع شما قربان بشه، مال بره از دست، ولی نباید الله از دست بره، نباید الله برنجه، نباید الله ناراض باشه. بنده باشم یا نباشم، شما باشید یا نه عزیزان من، ولی دین باید باشه، اسلام باید باشه و دستور خدا باید باشه. دستور خدا نباید دچار خلل بشه. اگر گردن بنده زده بشه و یا دوستان بنده زده بشه، ولی گردن حکم خدا را نباید کسی بزنه. خدا خدا هست و فرمانش هم فرمانه. و ما برای چه زندگی و زندگی ما چه دردی میخوره، زندگی فرزندانمون چه دردی میخوره، اگر قرار باشه که دین خدا را پاره پاره بشه و دین خدا قرآن به خطر قرار بگیره، ولهذا ما زنده باشیم چه فایده داره؟ اگر بنده راحت باشم، این راحتی من چه دردی میخوره وقتی حکم خدا نباشه، حکم خدا را بنده بشکنم برای راحتی خودم. چنان راحتی برای بنده ما باید چنان راحتی. او راحت خوب هست که ما وجدانمون راحت باشه که فرمان خدا را بردیم، حکم خدا را عمل کردیم. ابراهیم علیه السلام حضرت اسماعیل قربانی کردن و چقدر راحت بودن، به قربانی بردن که حضرت اسماعیل از ذبح بکنن و بکشند اسماعیل کشته بشه ولی حکم خدا کشته نشه، اسماعیل قربانی بشه ولی فرمان الهی نباید قربانی بشه. ما نباید حکم خدا را به زمین بیندازیم، ما نباید حکم خدا را، کتاب خدا را پشت سر بیندازیم. زندگی ما چه دردی میخوره، این مال ما میخوایم چه کار کنیم، این مال چه دردی میخوره که الله دستورش داده ما زکاتش را بدیم و ما از محبت مال و از دوستی مال حاضر نیستیم زکاتش را بدیم. ما مال دوست داریم، خدا را دوست نداریم. دروغه اگر هر کسی از ما بگه که ما دوست داریم خدا را و بعد نماز قضا بکنیم، خواب ترجیح بدیم، استراحت از نماز، راحت از نماز، و مال ترجیح بدیم، منافع مالی را از زکات، و روزه را ترجیح بدیم، از خوردن روزه را ترجیح بدیم از روزه گرفتن به خاطر حفظ بدنمون. ولهذا احکام الهی را محافظت کنید، شریعت اسلام را نگهداری کنید، سنت آن حضرت را قائم بدارید و عمل بکنید و مؤمن بر حق باشید، همان طوری که صحابه رضوان الله تعالی مجمعین و اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم شریعت اسلام رعایت کردند، دین رعایت کردند. دوستی ما، ارتباط ما، تعلق ما، منافع ما، همه و همه را کنار میگذاریم، اول از خدا اطاعت میکنیم و بعد دوستانمون را، بعد منافع بعده و منافع درجه ثانی را داره. اول الله و الله و شریعت خدا و دین خدا و راه مسلمانی اول، بعد منافع ما، اسلام ما، دین ما. منافع مخالف با منافع ما نیست، مخالف با پیشرفت و ترقی در دنیا نیست، مخالف با منافع هرگز نیست، بلکه تمام احکام الهی از روی حکمتن، اینا امر و دستور الهی باشند و اینا یا نهی باشند، همه اینا تحت حکمتن پیش میره و
لہذا منافع جامعه ما، منافع ملی ما، منافع فردی ما، خانوادگی ما، همه منافع مرزی ما، همه منافع سیاسی و فرهنگی و همه منافع با عمل کردن به شریعت اسلام و به دین تامین میشن و به نحو صحیح عملی میشن و اجرایی میشن. الله من شما را توفیق عنایت بکنه. انشاءالله همه تون آماده به اسلام عمل کنید، به دین. ماشاءالله بعد از رمضان مساجد ترک نکنید و جمعه و جماعت و عیدین و کل عرض کنم که این دستورات الهی را انشاءالله عملی بکنیم، اجرا گناه را ترک کنیم و میخواستیم که نماز را زودتر برگزار کنیم، چون نماز جمعه هم هست و روز عید فطر همیشه معروفی که شما کمک جمعوری کردید برای حوزه دارالعلوم که بزرگترین حوزه اهل سنت در ایران هست و از تمام مناطق سنی نشین فرزندان اینجا درس میخوانند و الحمدلله مدرسه الله تعالی همکاران گرامی من را جزای خیر بدهد و هم شما مردم عزیزا و ما همینطور با شما همراهیم ولی زحمت این همکاران میکشند. الله اینا را جزای خیر بده، شما را جزای خیر بده. شما این مدرسه را کمک کردید. الحمدلله ما نیاز پیدا نکردیم که هیچ جای دست دراز کنیم و اگر نیاز پیدا بکنه ما برخلاف شأن میدونیم که دست به جای دراز کنیم. ما به دست پیش خدا دراز میکنیم و این مدرسه را کمک کنید. ماشاءالله امروز جمعوری برای مدرسه زکات میتونید بریزید، صدقه فطر میتونید بریزید، خیریه را میتونید بریزید، هر کمکی را که شما میتونید امروز بکنید. داخل ایدگاه، بیرون، هر جایی که نماز گزاران قرار گرفتن و تقاضای بنده از شما اینه که ببینید جا در ایدگاه تا جایی که هست بشتابید در داخل سحن ایدگاه. صفحه آخر ممکنه جا داشته باشن، اول ایدگاه باید پر بشه و بعد مردم توی خیابان صف بکشن. ماشاءالله هر جا شما قرار دادید با برادران انتظامات کسانی جمعوری میکنن کمک همکاری بکنید. بعضی چادر کمبود چادر دارن گفته و لحاظا عزیزانی که چادر دارن و آنجایی که کمبود در اختیار بگذارن و الله تعالی اجر و ثوابشون بده، بعدا چادرشون از حوزه بگیرن. الله شما را کمک کنه، دست بالا بگیرید و مشکلات زیاده. متاسفانه پول ما ارزشش را از دست داده است، گرانیه و تورم هست و لحاظا این کار خدا تعطیل نشه، این کار خدا کاهش پیدا نکنه، بر رکود ما مواجه نشود و مشکلات زیاد شده و این کمک شایسته امروز بکنه. به عرایض بنده هم توجه داشته باشه، عرایض پایانی هستن تا کمک شما جمعوری کنید. من حرفامون را تمام میکنه و نماز شروع میکنیم. عرض حضور شما که به هر حال آنچه که خدمت شما قابل یادآوری است، همین معرفی جناب آقای دکتر روحانی که کابینه خودشون را معرفی کردند و الحمدلله دولت جدید کارش را آغاز کرده است و در رابطه با این مطلب کوتاهی داشتم خدمت شما عرض بکنم. چون روز تحلیف هم بنده دعوتی کرده بودند و بنده هم شرکت کردم در مراسم تحلیف و سخنان جناب آقای دکتر روحانی را ریاست جمهور از نزدیک شنیدم و صحبتیشون شنیدم و هم از صحبتایشون بنده خیلی هم امیدوار شدم. جناب آقای دکتر روحانی آدم فهیمی است و هوشمنده و هم از سخنانش معلوم میشه و از سخنان ایام تبلیغات انتخابات که آدم توانمندی است. کابینه را که ایشون در مراسم تحلیل
لیستشون را به رئیس مجلس دادن و معرفی کردن. خودشون فرمودن گرچه ما شناخت روی افراد نداریم، ما همه ایرانی ها را نمیشناسیم، ولی ایشون فرمودند که آنچه که برایشون ملاک بوده علم و دانش و تخصص بوده است و تخصص طرف در نظر داشته و کسانی که تخصص دارند، علم دارند، اونها را برای اداره کشور، برای وزارتخانه ها معرفی کرده است. و چیزی بسیار خوشایند هست که هر انسانی را که به یک پست، برای یک پست پیشنهاد میکنند و معرفی میکنند، اولی شرطش اینه که قوی باشه، دومی شرطش اینه که امین، امانتدار باشه. و لحاظ قوی و امین در قرآن آمده و سخنان یک زن که در خاندان نبوت و پیامبر حضرت شعیب تربیت یافته بود، او مطرح کرد که و انه علیه لقوی امین. حضرت موسی را گفت که به کار بگیریم و گوسفندانمون را بچرانه و چوپانش بکنیم که هم قوی و هم امانت داره. قرآن این را تایید کرده و ذکر کرده است. قوت معنی این که علم داشته باشه و تخصص داشته باشه و توانمند باشه و امانت دار باشه. بعضی ممکنه قوی باشه امین نباشه، بعضی امین ولی قوی نیستی. هر دو تا شرط ضروری برای یه اداره پست. از این بابت ما هم خوشحال شدیم و از این هم که شما فرمودن مسیر من اعتداله و من به افراط و تفریط تل نمیدهم، راه میانه را میبرم، راه اعتدال میبرم و به قومیت ها و مذاهب اقوام، حقوق اقوام و مذاهب تاکید کردن در این صحبت. مایه خوشحالی بود، ما خرسند شدیم از سخنان ایشون و با استقبال گرم سیاست داخلی و خارجی ایشون را نمایندگان مجلس مورد استقبال یا در مجلس، چون تنها نمایندگان مجلس نبودن، میهمانای زیادی بود و لحاظا مردم استقبال کردن. سیاست خارجی هم معتدلانه و سیاست داخلی هم معتدلانه بود و ایشون گفت خط من اعتدال و راه اعتدال. آنچه که ما جستجو میکنیم و آنچه که ما میخواهیم عزت اسلام هست و عزت ایران اسلامیه. ما میخواهیم که رئیس من و دولت من که الان دولت فعلی مایه عزت کشور بشه و مایه سربلندی کشور بشه، مایه عزت ملت ایران بشه، مایه عزت اول اسلام، بعد کشور، بعد همه ما. ولهذا همه ما معزز باشیم توی این کشور. لازم چی که ما جستجو میکنیم و طلب میکنیم همینه و وحدت ملی، امنیت ملی، مردم در آسایش باشن، مردم در راحت باشن، گرانی را پشت سر بگذارن، کساد پولی را پشت سر بگذارن، هم در ایران معزز باشن و عزت ملت ایران، مردم ایران خارج از ایران بالا بره. چیزی که ما طلب میکنیم با عنوان ایرانی همینی که ما در عزت باشیم. تکبیر! و دعای خیرم میکنیم. بنده هم از شما درخواست دارم دعا کنید که الله تعالی ایشان را به بهترین راه راهنمایی بکنه و این مایه عزت و سربلندی، مایه انسجام و اتحاد و مایه پیشرفت و ترقی در عرصه های دین و دنیا، در عرصه اقتصاد، فرهنگ و همه زمینه ها کشور ما پیش بره، ما بهره‌مند میشیم. همین هست که ما میخوایم. اما چیزی که ما احساس کردیم در کابینه خالی بود او جای اهل سنت بود. ما زیاد تلاش شد و نزدیکان سفری که داشتیم و ملاقات با جناب آقای روحانی و اطرافیان نزدیکان ایشان دیدیم و بعد دیگه اهل سنت از مناطق مختلف نزدیکان ایشان دیدن. نمایندگان محترم مجلس هم نامه نوشتن، نمایندگان محترم اهل سنت. همین بود که ما گفتی حداقل در کابینه حداقل 2 تا وزیر باشه و اطرافیان ایشان البته نزدیکان و مشاوران میگفتن که وزیر ممکنه
مجلس تایید نکنه و ما گفتیم که بیاره شما معرفی بکنه، دفاع هم بکند، ورس و محکم دفاع بکنه. الله که تایید نکردن تکثیر به گردن مجلس میفته ولی شما معرفی بکنه. ما گفتیم البته برای وزارت قول ندادم به ما، همین گفتن که الله ببینیم که چه پیش می آید. ولی برای ما بعدش گفتن که انشالله وعده های را که دادیم عملی میکنیم. به هر حال جای ما بعضم عرض میکنیم که جای وزیر اهل سنت در کابینه خالی است. تکبیر! و معتقدیم که اگر میتوانستند جناب دکتر روحانی میتوانستند که در کابینه خود وزیر اهل سنت معرفی بکنند، مایه عزت بود برای ایران اسلامی و همه دنیا به این حساب بیشتری باز میکرد و نشان صدر مقامات و رهبران جمهوری اسلامی بود، بزرگان جمهوری اسلامی بود و مایه عزت برای شیعه بود. البته ما عزت برای اهل سنت هم بود. ما هم احساس کرامت می کردیم، احساس حرمت بیشتری می کردیم ولی هم جامعه شیعه که اکثریت ایران تشکیل میده اول برای اونها بود، عزت بیشتری بود. هم برای تمام برادران شیعه که در کشورهای دیگه اقلیت هستند و اکثریت مال اهل سنت، برای اونها خیلی خوب بود، منافع اونها بیشتر مورد توجه دنیا قرار می گرفت و اتفاق خوبی بود. ولی اتفاق به هر حال نیفتاد و شاید همون که ایشون فرمودن مشکلات های دارن ایشون و نتوانستن کار بکنن، ولی علی آرزوی ما و خواسته ما و انتظارات ما اینه که برحال در بقیه بدن دولت ایشون وسعه صدر و وسعت دید و نظر، هم جناب آقای دکتر روحانی هم جمیع همکاران ایشون و وزرای ایشان آن است که بقیه بدن دولت اینها وسعه صدر و وسعت دید و نظر، حقوق اقوام و حقوق مذاهب را، فرق اسلامی را در نظر بگیرن. آنچه که ما دنبال هستیم از 35 ساله و پیگیر هستیم، کرامت و حرمت خود را میخوایم، حرمت اهل سنت را میخوایم. حرمت اقوام ایرانی در همینه و مذاهب همینه که اینا به کار گرفته بشوند و همانطور که قانون اینها را مساوی دیده و حقوقشون را برابر دیده است، لحظه اینها هم در عرض کنم که به کارگیری و مشارکت در سازندگی کشور، در اداره کشور، در مقدرات کشور، اینها باید سهیم باشن و شریک باشن و از این کار گرفته بشه. و ما انتظار داریم و امیدواریم انشاءالله که در این زمینه امیدواریم که گلایه برای ما اقوام مذاهب پیش نیاید، چرا که همه ایرانیان جناب آقای دکتر روحانی را کمتر شناخت داشتیم، ما با ایشون ملت کمتر شناخت داشته، در گذشته موقعیت های ایشون داشته ولی چنان که همه ملت بشناسه نداشتن، ولی هرچی که ملت دل بست و به ایشون یک فرچه رای داد، سخنان زیبای ایشون و تفکرات ایشان بود و اندیشه ایشان بود و ما امیدواریم که ایشان بتوانند آنچه که فرمودن در ایام انتخابات و آنچه که الان هم میفرمایند با عمل بکنند، مقتدرانه عمل بکنند و توانمندی عمل بکنند و رضایت بالاخره تمام ایرانیان گرفته بشه و خصوصا اقوام مذاهب اهل سنت قانون بتونه اجرا بکنن. نکته که شد تاکید داشته در سخنان خودمی که من قانون اجرا میکنم و اگر قانون به صورت مساوی اجرا بشه رضایت همه ملت به دست می آید.
و ایشون بتوانن انشاءالله قانون اجرا بکنن و آزادی های مشروع را برای ملت ایران تامین بکنن و ملت ایران در چارچوب قانون اساسی و مقررات اسلام بتوانه آزادی داشته باشه. تکبیر. هم آزادی های دینی برای اقلیت های دینی، آزادی های مذهبی برای فرق اسلامی، آزادی های سیاسی، آزادی های اندیشه، بیان و لحظه آنچه که قانون اجازه داده است و در قانون آمده قانونش اجرا بکنه که رئیس جمهور مجری قانونه. لہذا انشاءالله که رضایت هم ملت گرفته بشه، هم رضایت ملت رضایت خداست. در آل سنت هم توانمندان موجودند، همون که شرایط کابینه ایشون این بود که طرف علم داشته باشه، تخصص و توانمندی در جامعه آل سنت. الحمدلله قومیت های مختلفه و در این قومیت افراد توانمند که هم برای وزارت مناسبند، هم برای پستای بعدی مناسبند. امید است که از این افراد توانمند در جاهای مختلف، عرصه های مختلف، مدیریت کشور، اداره کشور، در کابینه و غیره فرمود. تنها کابینه وزیر نیست، معاونان وزیر، معاونان رئیس جمهور و بعض پستای ارشد و سازمانهای قویه که در کابینه هم جا داده. امید است که انشاءالله از این کار بگیره و ما هم خیرخواه، بهرحال ملتیم خیرخواه حاکمیت و دولت و نظامی و سربلندی را میخواهیم برای همه. و لحظه گاهی اگر مسائلی هست هم از باب تذکر و یادآوری در جهت خیرخواهی هست انشاءالله. الله تعالی توفیق عنایت بکنه. بله، من خواهی میکنم که جناب دکتر کاشانی صحبتی داشتم ولی مواد مقرر نرسیدن و لحظه منم ایشان الحمد زحمت میکشم، خدا ایشان جزای خیر بده و انشاءالله شما دعای خیرشون هم بکنید، ایشون و سایر نمایندگان استانکاران ایشون. الله تعالی اینا را موفق بداره و همون کل مجموعه اینها را که بتوانن انشاءالله برای جامعه کار کنن، زحمت بکشن، خدمت بکنن. انشاءالله صحبتای ایشون را در نماز جمعه و انشاءالله استفاده خواهیم کرد و میخواهیم که نماز زود برگزار بشه. در رابطه با عید سید فت توضیح بدم که ما شب سیوم که شب پنجشنبه باشه اعلان شده بود که برای ماه نگاه بکنم و چه اتفاق عجیبی بود که یک نفر هم نیام مراجعه نکرد که من ماه را دیدم. در کل سیستان و بلوچستان و در کل ایران اینجا تماس دارم برادران و سایر بلاد، با گلستان، با خراسان، با استان، با جنوب و با مناطق کردنشین. این معمولا شب عید چنان تلفنات گاهی دو تلفن به یک خط وصل میشه و همه میگردن برای عید و برای ما. هیچ جای یک نفر هم گیر نیامد که ما را رویت بکنم و من هم این اعلام میکنم که اهل سنت در رابطه مسئله عید آزادی دارند و هیچ فشاری از جانب نظام و حاکمیت نیست که شما حتما باید هر روزی که ما بگیم شما عید بکنید. نه خیر، چنان چیزی نیست. ما را رویت بکنیم، گزارش میدیم که ما اینجا 70 نفر دیدن، 40 نفر دیدن، 50 نفر دیدن، اینا ما را دیدن. هر وقتی که اینجا گذشته ما را دیدن، خود نهاد مقام رهبری نمایندگیشون که اینجا هستند، آقا سلیمانی، مرتب ما نتیجه را مولانا احمد همیشه گزارش داده و دوستان که ما اینقدر اهل سنت دیدن و فشاری اونطور که بعضی خیال میکنن که اینجا مشکلی و نمیتوانه عید بوده و اینا نتوانستم بکنن و چنان چیزی امکان پذیر نیست اصلا که عید باشه و مردم فشار حکومت باشه و نتوانه عید بکنه. نه، عید نبوده بابا، کسی ما را ندیده
و برای همین خاطر من اعلام میکنم خدمت شما که هر کسی دیروز روزه را خورده یک روز باید قضایی بیاره، بعد یک روز قضایی بر سرش هست و بعد حتما قضایی بیاره و اگر قضایی نیاورد گردن خودش بنده. ما گفتیم دیروز عید نبوده، البته تو اینجا ما بقیه بلاد اسلامی کشورهای عربی خیلی جا عید کردن و عید برای شما مبارکه. ما اونجا اگر بودیم عید میکردیم، ما اگر اونجا بودیم عید میکردیم، چون هر عید اون روز است که مردم فتوا داده عید بکنن. ما اگر در عربستان سعودی باشیم، ما در امارات باشیم، 100% فتوای اونها را قبول میکنیم. اونجا مفتی دارن، اونها عالم دارن، ولی اینجا نه. اینجا ما از این مسائل لازم نیست بر ما که هر جای عید بکنم ما هم عید بکنم. اگر اونطور باشه روز چهارشنبه هم باز جا عید شده، پس ما باید چهارشنبه عید بکنیم، میکردیم. نه بر ما لازم نیست. ما خودمون مسائل دینه، توی مسائل دینی خودمون تحقیق میکنیم و تا اعتماد حاصل نکنیم ما نمیتونیم فتوا به عید بدیم. گذاشته همینطور بوده، شما میدونید. و لحاظا اینجا اگر حتی کسی از جای دیگه کشورهای عربی اینجا باشه، ما براش جایز نمیدونیم که بخوره. از افغانستان کسی اینجا باشه، ما براش جایز نمیدونیم که بخوره و فتوا اینجا را عمل. ولی ما جای دیگه باشیم، بله همون ما بر اساس فتوایی بنا. لحاظا این فتوا از دیانت ما عید نکردیم، نه اینکه دیگه مسائل سیاست باشه. و لحاظا این دیانت مسئله مهم نیست و هر کسی که دیروز احساس کرده که عید و خورده است یک روز قضایی میره. البته ما سراغ تک و تو که ممکنه باشه. و این دومی نکته عرض به حضور شما، عرضی داشتیم در رابطه با تسلیت. روزها بندگان صالح زیادی توی شهر و جاهای دیگه فوت کردن و برادر بزرگتر بنده حاجی عبدالله هم روز 29 فوت کردن و تقاضا دارم از شما که برایشون دعای خیر بکنه، چون ایشون بر ما حق زیاد داره و سمت پدری داشتن و ما وقتی که از پدر یتیم میشیم، برادر بزرگتر خانواده ایشون بوده و برای ما زیاد زحمت کشیده است و دعا کنید الله تعالی ایشون رفع درجات عنایت کنه و الله تعالی در جوار بهترین رحمت جا عنایت کنه. و من یک نکته را اینجا متذکر میشم در رابطه، میخوام تشکر بکنم از جمیع کسانی که خارج از استان و حتی خارج از کشور و تسلیت گفتم به ما و انا شکر گزاریم اونان، الله جزای خیر بده. و مدیریت استان و هم دستگاه قضایی، مدیریت دادگستری و دستان محترم استان و هم جناب آقای استاندار و معاونانش و حاجی آقای سلیمانی و همکارانش، امام جمعه محترم، اینا تشریف آوردن، تسلیت گفتم، ما شکر گزاریم. و فرماندار محترم زاهدان و اینها تشریف آوردن تسلیت، ما از همه ناشکر گزاریم و دعای خیر میکنه، الله جزای خیرشون بده. و جمعی کسانی که تسلیت گفتن، البته من خودم یک عرض خدمت شما دارم که زیاد من به مسائل تسلیت، ما تسلیمون را از قرآن میگیریم و معتقدیم که هرچی که خدا رضامندی الله باشه تسلیم بشیم و به قضای الهی تسلیمیم. ولی خب اینا محبت کردم، ما باید دعای خیر کنیم در اکیلا. ولی زیاد روی این مسائل ما پایبند نیستیم روی این مسائل. ولی علی ای حال کسانی که لطف کردن خدا جزای خیرشون بده. من روی تسلیت میخواستم مسئله بگم. و گذشته فرنگی این بوده که آمدند و الحمد سوره خواندند و دعا فاتحه دست بلند کردن و دعا کردن و الان اون چی که بس ما مخالف با این بلند کردن دست نیستیم و این را بدعت نمیدونم بنده، ولی آنچه که بس سنت نزدیک این نیست، آنچه که بس سنت نزدیک همین کسی بیاید و تسلی بگه خدا مغفرت بکنه، خدا شما را اجر و صبر، این آسانه. نه میخواهد که عالمی با شما همراه باشه، نمیخواهد که کسی واردتر باشه. همه تو میدانید آمدید الحمد شریف بخوانید، 3 بار اگر کسی الحمد بخوانه
هر بار یک ختمه، 3 بار الحمد 3 ختم قرآن عظیم الشانه. سوره الحمد 3 بار تلاوت کنید، ایصال ثواب ببخشه به اون طرف و بعد بگی الله تعالی شما را اجر بده، صبر بده و الله میت مغفرت. خدا بیامرز، نامش را نمیدانی بگی خدا بیامرزه، همین کافیه و خدا به شما اجر و صبر بده، همین تسلیه. و الان بلند کردن دست بسیار توی شهرها، توی اجتماع رو حرجه. اگر یه آدم معروفی میمیره بالاخره مردم پشت سر مردم هم نمیشه دست بلند کرد، زحمت بیفته. و لحظه هر کسی که به تسلیت شما آمد همین کلمه را بیایی، همین آمدنش مایه تسلی شماست و لازم نیست که حتما دست بلند بکنه و حتما بخونه قرآن و به صدای بلند دست ما پیش نماز عالم بیاری که دست بلند بکنه. دست بلند کردن اصلا لازم نیست و پایبند این نباشی. و به سنت من عرض کردم که من بلند کردن دست نه خلاف شر میدانم، نه بدعت میدانم، نه گناه میدانم، ولی به سنت نزدیکتر اینه. همین به سنت نزدیکتره که بدون بلند دست کردن دست. و هر کسی که بلند کردن دست لازمی بدانه مرتکب گناه شد، مرتکب بدعت شد. یک چیزی که در شریعت لازم نباشه و را لازم قرار بده این بدعت. ولی اگر شما لازم ندارید کسی بیاد دست بلند بکنه اشکال نداره، کسی بیاد همین طور تسلیت بگه ولی لازم ندونه. لازم اون چیزی که لازم نباشه و لازم بدانی این تبدیل میشه به بدعت و خلاف شرع. ولی حساس نباشه روی این مسئله. بعضی حساسه، اگر دست بلند نکردید و تبدیل به اعضای دیگه برای شما میشه، اشتباهه و انحرافه. الله تعالی من شما را حفظ کنه و نجات عنایت کنه. روز خبرنگار هست و ما این روز گرامی می‌داریم برای خبرنگاران و تبریک بین عرض میکنیم و خدا این کش را جزای خیر عنایت بکنه. و انشاءالله شورای جدید هم الله تعالی موفق بداره که انشاءالله قریب اونا کارشون آغاز میکنن و هم شورای گذشته الله جزای خیر بده و از زحمات اونا قدردانی میشه و شورای جدید انشاءالله بتوانه نقش مؤثر ایفا بکنه و بهتر از شوراهای گذشته انشاءالله بتوانه کار بکنه و از تجربیت اونا استفاده بکنه. و عرض بازار شما ایدگاه جدیده خدمت شما عرض میکنم که به هر حال جایی را مسئولین رفته بودند که صاف بکنن برای نماز عید بدون اینکه با ما هماهنگی بکنن، با اهل سنت مشورت انجام بگیره و این خیلی فاصله است، از شهر خیلی دوره و هیچ امکان نداره که اهل سنت برن، چون ما برای نماز میخواهیم، ما نمیخواهیم جایی را به فروش برسانیم و سرمایه درست بکنیم و نه ما میخواهیم که آنجا دیگه ساخت و سازی بکنیم. ما برای نماز میخواهیم و لازم جایی باشه که برای نماز مناسب باشه. اگر ما میخواستیم بفروشیم برای اهل سنت همین زمین خیلی خوب بود، اگر میخوایم آنجا ساختمان بسازیم خیلی خوب بود، ولی ما میخوایم سجده بکنیم نماز بخوانیم آنجا جمعیت پیاده ما که اکثریت قاطع را تشکیل میده نمیتونن برسن. و این درخواست 10 ساله جایی را که ما اعلام کردیم بنا به خواست مسئولین محترم که گفتن شما اونجا نرید، بعد از عید ما حل میکنیم. به ما قول دادن، به ما وعده داده شده است و ما روی قول حساب کردیم و وعده و به هر حال گفته به همین محل جا میشیم یا نه، توی همین کوچه و پس کوچه ها جمعیت بره نماز بخونه و انشاءالله عید قربان ها بنابر وعده مسئولین انشاءالله ما جای جدیدی میخوانیم. بله و جا داره که من از انتظامات و ماموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی و انتظامات دختر و پسر که در ماه رمضان همراهی کردن، زحمت کشیدن، بیداری کشیدن، واقعا جمیع کسانی که زحمت کشیدن ما شکرگزاری نباشیم و آخر دعای خیر میکنیم. صفایتون بگیرید که نماز شروع میکنیم. الله اکبر. الله اکبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الجليل الأكبر الذي لا أراد لما قدر ولا دافع لما أراد من نفع أو ضرر، خالق الجن والبشر ومنشئ أصناف الفطر ومحيي الأرض بوابل البطر، رافع السماء بغير عمد ينزر ومزينها بكواكب يهتدي بها من استبصر، الغالب على ما بطن وزهر، المنزه عن إدراك النوازر وتخيلات الفكر، رضي عن قوم أساءوا ثم أحسنوا فغفر، وعزب على قوم أحسنوا ثم أساءوا فما عزر، قبض خلقه قبضتين فقال هذه ولا أبالي إلى الجنة وهذه لا ولا أبالي إلى سقر،
أحمده في الأسائل والبكر حمدا أدفع به السوء والضرر، ونؤمن بالدارين وبكتبه ورسله وبالقدر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ملجأ من دونه ولا مفر. أحد فرد صمد ليس له صاحبة ولا ولد، بل تعالى فقدر وجهر بالقبيح فستر، ووسع الرزق على من شاء من عباده ويسر، وزيقه على من أراد من خلقه وعسر. لا يسأل عما يفعل ربنا العظيم الأكبر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله سيد الخواص ولب الخير، بعثه الله نبيا ورسولا واصطفاه وليا، طاهرا عربيا مشرفا معزما قرشيا، صاحب المجد الأظهر والجد الأطهر والجبين الأزهر، وخص بالشفاعة العظمى في يوم المحشر. اعلموا أن هذا يوم عظيم وعيد مبارك كريم، يوم العيد ويوم الوعيد، عيد للأبرار ووعيد للفجار، يوم التهنية ويوم التعزية. تهنية لمن مضى عنه رمضان مشكورا، وتعزية لمن قضى عنه مهجورا. ليت شعري من المردود منا فنعزيه. ليس العيد لمن شرب وأكل، إنما العيد لمن أخلص لله العمل. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. ليس العيد لمن تبخر بالعود، إنما العيد لمن تاب ولا يعود. ليس العيد لمن نسب القدور، إنما العيد لمن سعد بالمقدور. ليس العيد لمن ركب المطايا، إنما العيد لمن ترك الخطايا. فتنبهوا عباد الله وتذكروا الموت. يا غافل اعتبر وانظر إلى نفسك وتبصر أين الأول والآخر. أين من مضى معكم رمضان الماضي وأفطر؟ أين من كان معكم في لياليه وشمر؟ أين من كان معكم في مثل هذا اليوم وبكى؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. وزينوا بواطنكم بالتوبة كما زينتم ظواهركم بالملابس، وتذكروا باجتماعكم على هذا اليوم يوم المحشر. اللهم يا من خلق فصور وقضى فقدر، اغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي،
وفاطمة سيدة النساء آل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب آل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة زاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغزهم فبغضي أبغزهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر. و چند جمله دعا می شود در پایان عزیزان، و به یک نکته بنده شما را توصیه می کنم، و همون نکته که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در آخر زندگی توصیه کردند و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودند. بلندگو کار کنه درود ختم کنه و او پایبندی به نماز. و بنده نگرانم در رابطه با نمازها، چون نماز رکن دینه و از فرایض مهمه، و اگر نماز درست نباشه بقیه احکام درست نخواهد شد. من توصیم به تک تک شما عزیزان، پیر و جوان و تحصیل کرده و دانشگاهی و حوزوی و دانشجو و طلاب و دانش آموز به اقشار مختلف، مادران و خواهران که اینجا حضور ندارند، و انشاءالله در عیدگاه جدید اونجا جای برای خواهران باز خواهد شد، و لحاظا توصیه معنی که پایبند نماز باشید. من از شما عاجزانه میخواهم، چون من میدانم با چیزی را که عموم شما نمیدانند، البته خواص میدانند، و اینه که نماز حکم سنگینی پروردگاره، و نماز به هیچ صورت قابل مسامحه نیست مگر برای کسی که معذور باشه. و بالاخره معذور گفتن که تا میتونه با تکان دادن سر هم نماز ادا بکنه. توی بیمارستان لباسش تمیز نباشه، وضو نداره، تیمم بکنه، لباسش تمیز نیست، با عامل لباس بیمارستانی در رخت خواب به تخت بیمارستان رو به قبله هم نمیتونه بکنه، ولی نمازش را بخونه. من توصیم به همه شما اینه، عاجزانه از شما میخواهم زیاد در رابطه با نماز خدمت شما بنده و همکارانم علمای دیگر به شما توصیه کردن اینه که نماز شما قضا نکنه. در همه حال و هر جا هستید، حضر و سفر نماز، در صندلی هواپیما وقت نماز آمد نماز نگذاری قضا میشه. رویتون به قبله نشد، راهروی جای نرسید، بیستی سر صندلی نمازتون بخونید. فتوا را بنده به شما میده که نماز شما در صندلی قطار اتوبوس هم اگر نگاه نداشت وقت نماز، فتوا همینه که نماز شما جایز. شما نماز وقت نماز وضو داشته باشید بشد، نمازتون قضا نکنید. همه حال مریض هم ساکت نیست نماز مریض، مگر که بیهوش باشه. اگر بیهوش سر میتونه تکان بده، رو به قبله نمیتونه بکنه، وضو نمیتونه بگیره، تیمم هم نماز بخونه، از سر نمیتونه تکان بده، دیگه بعد نماز بر سری نیست. اگر هوشی داره ولهذا باید فدیه بدن برای او، نمازهای او را بدن و نماز قضا نکنید. و درخواستم از شما ثروتمندانه زکات حتما ادا بکنید. شما جواهر فروشان، شما پارچه فروشان، شما اصناف مختلف شهر، تجار شهر و قصبه، زکات دستور الله تعالی و 41 در زکات. شما این 41 ادا بکنید. از 40,000 40 میلیون 1 میلیون زکات شماست. اموال تجاری جدا زکات دارن، اموال زراعی حسابشون جدای، نصف عشر و عشر، اموال دامی حساب جدای. ولی همه اینا که زکات دارن، این 3 تا صنف تجاری، دامی و زراعی، اینا زکات داره در فقه اهل سنت. ولهذا شما اینها را باید زکات بدید. حالا فقه، همه فقه زکات داره، ولی خب ممکنه تفاوتی باشه و ترتیبی باشه. زکات توصیه بنده، این نگرانی بنده، دلهره بنده،
اینی که شما این زکات ادا کنید که پیش خدا مورد مؤاخذه قرار نگیرید. و آخرین نکته همینی که پرهیزگاری را رعایت کنید. من از شما تقاضا دارم، درخواست دارم که روزه را الله فرض کرده، میفرماید لعلکم تتقون، سرمایه تقوا رعایت برای شما جمع بشه. پرهیزگاری را رعایت کنید، چشم و گوش و زبان و دست و پا همه را از گناه حفظ بکنید، حق خدا را ضایع نکنید، فرمان خدا را نشکنید، نافرمانی خدا و رسول و شریعت اسلام نکنید و از حق مردم به شدت پرهیز کنید. حق مردم نخورید، آبروی مردم نریزید، دست به مال مردم نیندازید، تصرف نکنید اموال مردم. این سنگین سخته و سالم زندگی بکنید، بیالایش زندگی بکنید، خود را گرفتار عذاب خدا نکنید. بر خاطر مردم، به خاطر قوم، به خاطر فامیل، هیچ کسی در دنیا نمیارزد که ما خدا را ناراض کنیم. برای او هیچ کسی نمیارزد که ما آخرتمون آتش بدیم به خاطر او و قیامتمون خراب بکنیم به خاطر او. هیچ کسی نمیارزد. ولهذا الله را داشته باشید، الله را نگهداری بکنید. و توصیه بنده از خدمت شما که امنیت منطقه به نفع همه هست، هیچ نفع کسی خاص نیست. امنیت منطقه حفظ بشه، با گروگانگیری، با هر نوع موارد ناامنی توی منطقه. به هر حال شما مردم برخورد کنید از جانب خود. شما طوائف اگر نادانی در طایفه شما هست، او را نگذارید، دست او را خودتون بگیرید. نباید توی منطقه ما مثلا از کسی گروگان برده بشه برای باجخواهی، حتی برای دین. راه دیگر دین گرفتن هست. این پدیده شومی، این پدیده زشته. نباید الان که اینقدر اسلام آمده توی منطقه شما، ماشاءالله جوانان چه دین خواهی دارن، واقعا ما از الله راضیم. ما این دینگرایی و دین طلبی را در زنان میبینیم، در جوانان میبینیم، میان دعا میکنم برای هدایت ما، میگه دعا کنید. و لحظه در این شرایط عالم ما بقیم پدیده های قبل از اسلام که همون جنگای طایفه‌ای اونا زنده بشه، زشته. شما هر کسی با جنگ طایفی مقابله بکنید، هر کسی را کشت، همون مجرمه میتونه اون را قصاص بگیره، مقامات تحویل بدن اون را، کمک کنن برای دستگیری او. و همون قراردادی که در مسجد مکه شده بود سال 70 خورده و امر کرد منطقه را تا مدتی همون باید مراعات بشه که طوائف همه دست به هم بدن و قاتل وارثان مقتول و قاتل باید تحویل بشه. تکبیر! الله شما توفیق هدایت بکنه. و من نگرانی کلم که دارم این یک دغدغه‌ای است و دعا هم کردم در سفر حرمین برای شما، برای این مسئله. اینه که من به جد میخواهم که از الله تعالی درخواستم اینه که شما دیندار بشید، منم دیندار بشم، شما هم دیندار بشید، متدین بشید، با الله نزدیک باشید، با الله رابطه داشته باشیم. مأموریت البته من همینه، ولی من از ته دل این آرزو را دارم که مردم منطقه سیستان و بلوچستان، کل مردم اهل سنت، کل مسلمانان ایران شیعه و سنی به الله برگردن، به الله رجوع کنن، نماز قضا نکنن و دیندار باشن و متدین باشن. برای همه عالم اسلام همه ما باید دعا کنیم که متدین باشن، دیندار باشن و برای همه بشریت و انسانیت دعا کنیم که الله هدایت بده همه را. خدا قادر است، جنت وسیع، همه مرا اگر الله لطف کنم ببرم با فضلش جامع شیم همه ما و الله قادر که همه را ببرم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان
بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. هم بقيد يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. پروردگارا کل زندگی ما در نعمتهای وفور نعمتهای تو گذشته. اله العالمین از بالا و پایین از زمین بر ما روزی را اله العالمین ریختی. ما در محاصره نعمتهای تو بودیم، انواع نعمتها به ما ارزانی داشتی و انعام داشتی، اما ما را برای خلق کردی، برای بندگی، برای عبادت بالا و پایین زمین را در خدمت ما قرار دادی تا از نعمتهای تو بهره‌مند بشیم و تو را بندگی کنیم. خدایا آنچه که ما نگرانیم و آنچه که دلهره داریم و پشیمانیم، آنه که ما تو را نتوانستیم بندگی کنیم، امروز در روز عید ما تقصیرات خودمون را به کوتاهی‌های خودمون، به قصور خودمون اعتراف میکنیم. پروردگارا آلوده گناه شدیم، آلوده معصیت و نافرمانی، عمل نامه‌هایمان را سیاه کردیم و به بارگاه تو آمدیم، بارمان را سنگین کردیم و به بارگاه تو آمدیم. پروردگار هزاران گناه، پروردگار میلیون‌ها گناه در زندگی ما انجام گرفته که میدانیم و نمیدانیم بسیاری را. پروردگار در ماه رمضان، ماه رحمت و ماه برکت، ماه آزادی گردن از آتش جهنم و شب قدر ما کوتاهی کردیم، اله تقصیر انجام دادیم. پروردگاران نادمیم از کوتاهی ها، پشیمانیم از عمل کرد خودمان. پروردگارات بندگان تو و صالحان در عیدگاه امروز، در عیدگاه های دنیا طاعت آوردند و صفا آوردند و بندگی آوردند، اما ما قصور آوردیم، کوتاهی آوردیم، وضعف و سستی آوردیم، اشتباه آوردیم. پروردگارا ذات یگانه تو معذرت خواهیم. تو ربی و ما بنده، تو پاکی و ما آلوده، تو قوی و ما ضعیف. درخواست داریم از ذات یگانه که ما را امروز جز افشدگان الاهل روز عید بگردان،
جز افشدگان ماه رمضان بگرد. به اسمای حسنا نامای نیکت متوسلیم که ارحم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین یا الهنا و اله العالمین. ای معبود برحق، ای احکم الحاکمین، ای خدای واحد و لا شریک، به رحمتت متوسل، به دربارت متوسل، به نامهای نیکت غفار و تواب و غفور و رحیم و عفو متوسلی. کسر تقصیر ما بگذر و مرا آزاد کن از عذابت، از قهرت، از ناراضگیت، از مؤاخذه دنیا و آخرت. ببخش ما را امروز، معاف کن ما را یا رب العالمین. ای معبود برحق، ما را افشدگان بگرد. همه گذشته خطاهای گذشته، گناه گذشته ما را عفو کن و معاف بگردن. از سر نو اله، از سر نو ما را دستور بده تا عمل صالح انجام بدیم، به نیکی بریم، پاکمون بگردان از گذشته. پروردگارا از ذات یگانه تو انتظار دار. پروردگارا مهمترین نگرانی ما و دل و رای ما برای هدایت ماست، هدایت جامعه و فرزندان، هدایت همه مسلمین و عالمیان. و بزرگترین نگرانی ما استقامت بر شریعت اسلامی، بر دین، بر روش محبوب تو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. و بالاترین نگرانی ما نسبت به خاتمه بخیر، خاتمه ما را با ایمان بگردان. تدم موت توفیق بندگی و آخرین لحظه اقرار به شهادت و رضایت و ببری. پروردگارا بالاترین نگرانی ما، پریشانی ما رضایت تو هست. تو که این همه احسانات به ما کردی، با نعمتهای مادی و معنوی ما را اکرام کردی، ما باید در قیمت جانمونم بشه رضایت تو را بگیریم. پروردگارا ما را به خوشنودیت برسان، ما را به رضایتت برسان. این بالاترین اعمال ما قرار بده، بالاترین آرزوی ما قرار بده، بالاترین طلب ما این قرار بده. خوشنودی تو، رضایت تو که محسن مایی، هر چه داریم از تو داریم. ما را به رضایتت برسان العالمین، ما را به جنت فردوس برسان، ما را از قهرت، از غضبت، از عذابت نجات نهایت فرما. ما را گرفتار عذاب نگردان، ما را گرفتار نفس پرستی و شیطان و دنیا پرستی نگردان. پروردگار دنیا نافایه داره، موت نزدیکتر از تسمه کفش ماست به قول صدیق اکبر. موت قریبه، نزدیکه، همانطور که قرآن فرموده. پروردگارا ما را برای این موت آمادگی عنایت فرما. ما را در قبر گرفتاری عذاب نکن، ما را در سارای قیامت گرفتاری سوء حساب و سختی حساب نگردان. ما را گرفتاری عذاب جهنم نگردان، ما را گرفتاری عذاب دنیا نگردان. پروردگارا اجابت بفرما، پروردگارا قبول بفرما. پروردگارا ما را بنده صالح خود قرار بده، از صالحین قرار بده. ما در دنیا و با صالحین ما را محشور بدار، در قبر قرار بده و با صالحین ما را ملحق بگردان و همراه بگردان. آلوده معصیت و گناه، آلوده حقوق انسان
آلوده اله العالمین گناه نگردان، ما را پاک نگاه دار در دنیا و پاک ما را ببر و پاک مشهور بدار. پروردگارا استان و ما را آباد بگرد. این رمضان رحمت تو سرازیر بوده، منطقه باران کم سابقه آمده و رودخانه هایی که مدتهای مدید خشک بودن بسیار جا چند بار آب جاری کردن و جاریند آلا، گرچه خسارات هم داشته اما منافعش بسیار به مراتب بیشتر بوده. پروردگار خشکسالی رو برای همیشه از پیشانی استان ما پاک کن. جمیع ممالکی که گرفتارن خشکسالی برطرف بفرما، از کشور ما خشکسالی رو برطرف بفرما. پروردگارا برای همیشه الله باران رحمتت را استان ما را سرسبز بگردان، کشور ما را سرسبز بگردان و آباد بگردان، هم از لحاظ معنوی هم از لحاظ ظاهری، هم ممالک اسلامی را. پروردگارا مجاهدین اسلام را به پیروزی برسان. پروردگارا اله هر جا کسانی برای تو قیام کردن، برای حمایت از دینت برخواستن، برای حمایت از آزادی برخواستن، پروردگار یاریشون بدار، نصرتشون بدار. پروردگار هر جا هستن، هر زبان صحبت میکنن، پروردگار در مسیر توان اونها را یاری بگردان. پروردگار مدارس و مساجد و اماکن مقدس و دینی ما را و مسلمین رونق و ترقی عنایت فرما. جماعت تبلیغی را پیشرفت عنایت فرما. و اله العالمین امر خیر این کار خدا پسندانه را اله العالمین نصرت فرما. دانشگاه های ما، مدارس دولتی ما و جمیع فرهنگ ما را اله العالمین و سواد و تحصیل را پروردگار پیش ببر. ما را توفیق بده، فرزندان ما را، پدران و مادران که فرزندانشون را به علم از طریق علم هزینه بکنند و علم و دانش برن یاد بگیرن. پروردگارا آینده درخشان مملکت ما داشته باشه، روشنه و توفیق بده دولت جدید را که با سیاست اعتدال، تدبیر و امید مسیری را پیش ببره که وحدت ملی ما حاصل بشه. اختلافای جنایی، اختلافای فرقی، اختلافای قومی و همه نگرانی ها رفع بشه و ما ملت واحده در کشور و امت واحده در سطح دنیا داشته باشیم. همه تنش‌ها را از ممالک اسلامی و کشورهای اسلامی بردار، عاقبت ما را به خیر بگردان، مرزهای ما را حفظ بفرما و استان و کشور ما را امن بفرما و تحریم اقتصادی را از مملکت ما بردار. و اله العالمین مشکلات های بیرون برون مرزی و درونی را همه را حل بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت کن، خصوصا روح بلند حضرت مولانا عبدالعزیز، حضرت مولانا یار محمد، حضرت مولانا خدا نظر، حضرت حاجی عبدالله و جمیع گذشتگان را در بهترین رحمت ها جا عنایت فرما. علمای شهرمان را، علمای زاهدان و نیاکان، ریسفیدان، تحصیل کردگان، کسانی که برای جامعه مؤثر بودند و جمیع اله العالمین مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، همه را اله العالمین غریق رحمت بفرما. روح بلند مولانا عبدالملک رحمه الله، مولانا نعمت الله، مولانا عبدالحکیم و سایر علماء دیگر را مغفرت فرما و رفع درجات بنا عنایت فرما. و اله العالمین اخوی بنده که برای بنده زحمت کشیده و تلاش کرده است، اله العالمین رفته از دست ما و شما با بهترین رحمتای شما اله العالمین استقبال بفرما و در جوار بهترین رحمت جا بده از تقصیر همه ما، تقصیر ایشان و همه ما در گذر بفرما. این عید را برای ما مبارک بگردان، سعید بگردان و این اله العالمین جایی که تنگ برای نماز و تو هم میدانی اله العالمین که ما برای عیدگاه نه برای زمین خاری دنباله، تو بهتر میدانی که جایی نداره مردم و از 10 سال در تلاشیم. پروردگارا یک عیدگاه وسیع و نزدیک به شهر که ما بتوانیم اله العالمین نماز بخوانیم، کمک بفرما مسئولین ما را که توفیقش عنایت فرما که این مسئله ما را حل بکنن، مشکل حل بشه و عاقبت همان این معتکفین که اعتکاف نگاه داشتن، کسانی که
قرآن درس دادن، تعلیم دادن، قرآن تلاوت کرده، عبادت کرده در ماه رمضان. این عبادت های شکسته همه محرم برگرد قبول بفرما. هر کسی هر زحمتی کشیده پروردگار برگرد مقبول بگردن، قبول بگردن. مریضان شفا بده، زندانی را وسیله آزادی فراهم بفرما. عزیزان انتظامات دختر و پسر الان جزای خیرش و عنایت فرما، توفیقش و عنایت فرما. زحمت کشیدن خواهران، مادران، زنان که در خانه ها نشستن و بسیار آرزو دارند که در گوشه چنان مراسمی در دعای شرکت میکردن و گریه میکردن و توبه میکردن. خدایا جزای خیرش و عنایت فرما. در خانه ها رحمت خود را بینا نازل، آنچه که ما را در اینجا عنایت کردی و مسلمین در اینجا به مادران و خواهران، زنان و فرزندان همه ما نصیب بفرما. عاقبت بخیر بگردد. جمیع کسانی که درخواست دعا کردن حاجتش بی اولاد بده، بدهکاران بدهکارش آداب فرما. مقروضین الهلال کسانی که کسب و کار رشون تعطیل و روزیشون بده، کساد بازار رفت بفرما. کسانی که در خانه ها نشستن و منتظر خواستگار مناسبند، دختران سنشون بالا رفته، پسران سنشون بالا رفته، ترتیب ازدواج اینها را عنایت بفرما و همه مشکلات را حل بفرما. جمیع گرفتاری ها را ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد. درود ختم